خب دوستان چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. آقا تو این ویدیو ما قراره یه چراغ نوربالا بسازیم. چراغای نوربالا مثلا چراغایی که ماشینای شوتی دارن یا یه سری از دوچرخه‌ها میبینین که وقتی یه دونه از این کلیدا رو میزنن یه نوری از اینجور چراغای LED بلوکی ازشون در میاد. شما باید چیکار کنین؟ خیلی ها میان یه دونه منفی این یا یه دونه مثبت اینو با یه دونه منفی این یا مثبت این به این کلید وصل میکنن، اما این اشتباه. درستش چطوره؟ شما یا منفی یا مثبت این، مثلا الان من مثبت اینو با مثبت این LED ها باید بزنم به این فقط، نه اینکه منفی مثبت های اینو به این وصل کنم. حالا وسط کار بهتون میگم. خب آقا نگاه کنید، شما یه دونه باتری کتابی 9 ولت احتیاج دارین، یه سر باتری، یه هر عدد دوست دارین چراغ بلوکی وصل کنین و یک عدد کلید فشاری. دوستان بابت صدایی که میاد ببخشید. خب نگاه کنید، شما وقتی سر باتری رو میزنین نگاه کنین الان یه دونه از این منفی مثبت های LED بلوکیتون رو برمیدارین که من از نظر من شما قرمز انتخاب کنین. البته فرقی نداره، فقط باید منفی و مثبت هر دو تاش به این دوتا پایه وصل نگاه کنین. الان فقط مثبت وصله و پس باید هم مثبت این یه دونه رو به این وصل کنیم که من برای اینکه سیم لحیم ندارم لحیم کاری نمی کنم و اینکه زمانم طولانی میشه دیگه داخل همین میبندیم، با همین وضعیت میبندیم، مشکلی هم نداره. میتونیم بعدا شما وارنیش حرارتی یا چسبم بزنید. خب جدا از اینا ببینیم مثبت و مثبت قرمزا به این کلید و منفیا به این به هم دیگه، یعنی منفیا به هم، مثبتا بس میشه به جفت مثبتا به این کلید، به دوتا پایه کلید. خب وقتی شما این باتری رو باید وصل کنید و نگاه کنین حواستون باشه این مثبت ها به هم برخورد نکنن که باعث میشه نورش این شکلی وصل شه. خب بریم ببینیم. الان من دکمه رو وقتی فشار بدم نورش وصل میشه. یه کوچولو ممکنه یه موقعی کار نکنه و اینم از آموزش ساخت چراغ نوربالا و همین آسونی. البته شما میتونید از این مدل چراغا و حتی هدلایت هم برای ساختش استفاده کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعد، بدرود.